بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و توانا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیاین که بخیر درس خدا بخوانیم. درس ما شما درس 26 فصل 3 تاریخ صنف 9 است که در صفحات 57 و 58 کتابتان در مورد محمد نادرشاه سوال پرسیده. سوال قسم است که آیا میدانید محمد نادرشاه چگونه به سلطنت رسید؟ پس جواب این سوالات در درس فعلی خود ما شما حتما خواد فهمیدیم که محمد نادرشاه بعد از کی و چگونه به قدرت و سلطنت میرسه. اما پیش از یک مرور کوتاه به درس گذشته داشته باشیم. پیش از اینکه درس گذشته را من مرور کنم، کارهای خانگیتان حتما انجام داده. این 3 سوال داده بودم، یادتان است؟ بله. بسیار خوب، تشکر، آفرین. بازم تشکر که کارهای خانگیتان انجام میدین. خوبی انجام کارخانگی میفهمین چیست؟ ایست که وقت شما میرین جواب سوالات نوشته میکنین، درس گذشتهتون رو مرور میکنین. همزمان که نوشته میکنین و جواب سوال پیدا میکنین، این خودش سبب میشه که او گپایی که در جواب سوال نوشته میکنین ذهن نشین شما شه و هیچ وقت فراموشتان نشه. خودش دیگه یکی از روش‌های یادگیری و مطالعه و درس خواندن است که کوشش کنین همیشه اگر ما یا استادای دیگه هم براتون سوال نمیتیم یا سوال کم است، از یک درس خودتان چندین سوال بکشین، پس جوابش کوشش کنین خودتان نوشته کنین که یکی از روش‌های یادگیری هم خودش استخراج سوال از بین درس و پیدا کردن جوابش است که بسیار زیاد ما شما را کمک میکنه. پس تشکر از شما که همیشه از این روش استفاده میکنین. در درس گذشته خود ما شما در مورد حبیب الله کلکانی گفتیم مورخا و تاریخ نویسا اکثریت مخالفت‌های ناشی از عقب‌مانی جامعه را با این بودن سطح آگاهی سیاسی و فرهنگی مردم می‌دانستند که در وقت زمان امان الله خان از سفرهای غربی و شرقی خود وارد به افغانستان می، بعض از ایده ها را همراه خود میاره، بعض از نوآوری ها را که در دنیا دیده میخواد که در افغانستان هم عملی بسازه، بعض از تغییرات میخواد ایجاد کنه، اصلاحات با وجود بیاره که سبب مخالفت ها از طرف متنفذین و از طرف بعضی از گروه ها و مردم میشه که مورخا میگن دلیل اصلی این مخالفت ها عقب‌مانی جامعه، پایین بودن سطح آگاهی سیاسی، فرهنگی و سواد بوده که دوام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی که ایجاد محدودیت و استخدام علمای دینی از طرف شاه امان الله خان گفته شده، رفع حجاب هم گفته شده، تغییر لباس و غیره تغییرات بوده که شاه امان الله خان بعد از سفرهای خود می‌خواسته در افغانستان ایجاد کنه و بیاره که این سبب مخالفت ها در زمان خودش در بین اقشار مختلف اجتماع از طرف گروه های مختلف از طرف افراد مختلف میشه. از طرف دیگه در خود لوی جرگه شاه امان الله خان بعضی از چیزها را تصویب میکنه، بعضی از موارد میرن طرف تصویبش که این خودش سبب مخالفت ها و ضدیت های بعض از حلقات و گروه ها میشه که در داخل افغانستان هستن یا هم میگن وابسته به اونمو گروه های خارجی و حتی دولت ها کشورها و اینا بوده. بالاخره سبب بعض از حرکت ها میشه که این حرکت ها به نفع افراد تمام میشه که مخالفت میکنن با امان الله خان و حامیایشان که هم داخلی هستن و هم خارجی و بیرون از افغانستان. و نارضایتی در این حالت در تمام نقاط افغانستان با وجود میه و این نارضایتی ها البته به شکل پراکنده بوده، به شکل منسجم و یک پارچه و واحد نبوده که بازم از این وضعیت بیگانه ها و خارجی ها مخصوصا انگلیس بسیار زیاد سود خوب به نفع خود میبرن. و بالاخره حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقه و از طرف یک عده مردم مورد حمایت قرار میگیره و برش لقب خادم دین رسول الله را میتن و اونایی که در مخالفت با اصلاحات امانی بودن از حبیب الله کلکانی هم حمایت میکنن. حبیب الله کلکانی در سال 1929 میلادی که مصادف است با 1307 هجری شمسی داخل کابل میشه و به هدف مشروعیت بخشیدن حکومت خود اعلامیه های را پخش میکنه که مخالف اصلاحات دوره امان الله خان بوده. خصوصیات این دوره را میگن که تقریبا 9 ماه دوام میکنه و معمولا منجر به اخلال امنیت و چورچپاول اموال دولتی و رکود تجارت در کشور میشه و در کل
در اکثریت نقاط افغانستان هرج و مرج به وجود می آید که سرانجام این اغتشاشایی که از طرف حبیب الله کلکانی به وجود می آید این ناکام میشه و زمینه به خاطر به قدرت رسیدن و به سلطنت رسیدن سردار محمد نادرخان هموار میشه که بالاخره سلطان افغانستان هم میشه که ما شما انشالله در درس فعلی خود راجع به او صحبت خواهد کردیم. پس به این که اهداف درس فعلی خود هم مرور کنیم، باز بریم در مورد سلطنت محمد نادرشاه بگیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اولین هدف درس ما شما کسب معلومات در مورد سلطنت محمد نادرشاه بوده که واقعا سلطان میشد که به سلطنت میرسه. هدف دوم ما شما کسب معلومات در مورد اصلاحات و کارهای انجام شده زمان محمد نادرشاه است. ببینیم بعد از اینکه امان الله خان دورانش تمام میشه و 9 ماه دوره حبیب الله کلکانی تمام میشه و زمینه به خاطر به سلطنت رسیدن محمد نادرشاه مساعد میشه، وقتی به قدرت سلطنت و پادشاهی میرسه خودش چی اصلاحات را انجام میده و چی کارها را انجام میده که در درس فعلی حتما در مورد این گپا خواد فهمیدیم و خواد گفتیم. آماده هستیم که شروع کنیم؟ بله. بسیار. پس بین از سلطنت محمد نادرشاه بگوییم. محمد نادرشاه در زمان شاه امان الله خان به حیث سپهسالار ایفای وظیفه میکرده. اگر یادتان باشد در درس‌های قبلی ما 3 جناح و 3 جبهه که در مقابل انگلیس‌ها مقاومت کرده بودند و مقاومت خود آغاز کرده بودند، یک از جبهات هم جبهه سپهسالار محمد نادرشاه بود که در جلال آباد در مقابل انگلیس‌ها ایستادگی می‌کرد. در جنگ استرداد استقلال افغانستان نقش اداره جبهه جنوب به عهده محمد نادرشاه بود که ضربات بسیار زیاد قاطعه به نیروهای انگلیس وارد کرده بود که بعد از همین پیروزی ها در بین افغان ها بسیار زیاد مشهور شد. با سقوط دولت امانی هرج و مرج در کشور دیگه حاکم میشه که در درس پیشتر ما براتان گفتیم و شما هم مرور کردین که در یک وقت محمد نادرخان که قبل از او در پکتیا نام نیک کسب کرده بود، مردم برای حصول قدرت تحت نام شاه امان الله به دور خود جمع میکنه. البته جبهات مختلفی که بود در جلال آباد بود، در پکتیا بود که ما براتون در درس‌های قبلی گفته بودم. محمد نادرخان در پهلوی دیگه دوستای خود که در ننگرهار و جاهای دیگه به مقاومت ایستاده بودن، محمد نادرشاه در پکتیا در مقابل انگلیس ها ایستادگی میکنه و اونا را دیگه با شکست مواجه میسازه و دیگه کاملا به اونا ضربات مستحکم میرسانه. از این خاطر است که بین مردم بسیار زیاد مشهور میشه. سردار محمد نادرخان پکتیا را به مرکز فعالیت‌های سیاسی و نظامی خود مبدل میکنه، چون وقتی در او جبهه و پیروزی میرسه و انگلیس ها را با شکست مواجه میکنه و مشهور میشه، خود پکتیا را به مرکز فعالیت های سیاسی و نظامی خود مبدل میکنه. 12,000 تن از قبایل و اقوام مختلفه متحد میسازه و در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت میکنه تا کابل هم نجات بده و میه طرف کابل. محمد نادرخان از آغاز فعالیت‌های خود سیاست دلجویی متنفذین محلی را روی دست میگیره. یعنی میخواد که متنفذین محلی ازش راضی شوند، ناراضی نشن. دلیلش هم چی بوده؟ هدف ای همدردی ها جلوگیری از مخالفت های متنفذین بود که در جریان هرج و مرج نوماهه در کشور و قدرت های محلی دست پیدا کرده بودند. وقتی در زمان محمد کلکانی در جای مختلف هرج و مرج به وجود میاد، در هر جای هر متنفذ و هر بزرگ قوم و هر کسی که ذی نفوذ بوده خودش به قدرت میرسه، در اون منطقه خود به حاکمیت میرسه و وقتی محمد نادرخان خودش به سلطنت میرسه میخواد که دیگه آهسته آهسته دل این مردم به دست بیاره تا همراهش مخالفت نکنن که این کارم میشه. محمد نادرخان امور اداری کشور همراه برادرای خود تقسیم میکنه و سردار محمد هاشم خان به حیث صدر اعظم تعیین میکنه.
یعنی آهسته آهسته حکومت میشه فامیلی. بیادرش میاد در رأس حکومت داری و یکی از برادرش به نام محمد هاشم خان حتی به حیث صدر اعظم تعیین میشه. در دوره صدارت محمد هاشم خان یک رشته تحولات تدریجی هم عملی میشه. یعنی بعض از تغییرات دیگه آهسته آهسته به وجود میخواین که بعض از اصلاحات به وجود بیارن، تغییرات به وجود بیارن که خصوصیت عمده این مرحله را تمرکز قدرت سیاسی در خانواده تشکیل میداده. دیگه تمام محوریت قدرت، حاکمیت و سلطنت در دست یک فامیل بوده که یکی از خصوصیات عمده این مرحله را میگن تمرکز قدرت سیاسی در بین خانواده محمد نادرخان بوده. در جریان سلطنت محمد نادرشاه که 4 سال در بر میگیره، وضع امنیتی کشور آهسته آهسته دیگه خوبتر میشه و میره به طرف بهبودی و اقتدار دولت مرکزی هم به اطراف کشور به شکل تدریجی وسعت پیدا میکنه. وقتی قدرت و حاکمیت در مرکز مستحکم میشه، استوار میشه، دیگه محمد نادرخان میخواد آهسته آهسته ولایت و اطراف کابل در کل افغانستان به شکل تدریجی به دست خود بگیره که این کارم میشه. در تشکیل اداری دولتی کشور یک بار دیگه هم تلاش میشه و حمایت هواخواهای نهضت امانی که با شرایط او زمان ناسازگار بود هم جلب میشه. میخواد کسایی که طرفدار نهضت امانی بودن و در او زمان مبارزه کرده بودن دل اونا رو به دست بیاره و آهسته آهسته نظر اونا رو نسبت به خود جلب کنن. اصلاحات آهسته آهسته ادامه پیدا میکنه، اما اصلاحات دیگه سریع نیست. بسیار زیاد کن در جاهای مختلف، در موضوعات مختلف سیر تحول اصلاحات بسیار زیاد چیز بطیء، بسیار زیاد کند است. محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلم‌های لیسه نجات به نام عبدالخالق به قتل میرسه. نام عبدالخالق در تاریخ بسیار زیاد داد میشه و معمولا در مباحث و جلسات تاریخی از این حادثه همیشه یاد میشه و از اون خاطرم در کتاب شما نوشته است و جز گپای مهم تاریخ کشور ماست که بالاخره نادرخان در سال 1933 در جشن تجلیل از معارف بوده که توسط یک متعلم به نام عبدالخالق به قتل میرسه. بیاین کوتاه درس خود جمع‌بندی کنیم، نتیجه گیری درسم بگیم و خیر باز تمام کنیم. کارهای خانگیرم براتان میگم. ما شما در درس فعلی خود در مورد سلطنت محمد نادرشاه گپ زدیم که محمد نادرشاه در زمان شاه امان الله خان به حیث سپهسالار ایفای وظیفه میکرده و در جنگ استرداد استقلال افغانستان نقش اداره جبهه جنوب به عهده میگیره که ضربات بسیار زیاد مستحکم و محکم به نیروی انگلیس وارد میکنه که پیروز هم میشه و در بین افغانا بسیار زیاد مشهور میشه که با سقوط دولت امانی هرج و مرج در کشور دیگه متاسفانه حاکم میشه و در این وقت است که محمد نادرخان که قبل از او در پکتیا نام نیک کسب کرده بوده و آدم بوده با نفوذ، به خاطر ای که قدرت خودش حاصل کنه تحت نام شاه امان الله خان مردم به دور خود جمع میکنه و سردار محمد نادرخان پکتیا را به مرکز فعالیت‌های سیاسی و نظامی خود گفتیم مبدل میکنه و 12,000 تن از قبایل و اقوام مختلف متحد میسازه و در سال 1929 به طرف کابل حرکت میکنه تا کابل از او وضعیت نجات بده. محمد نادرخان از اول هم سیاست دلجویی را در مقابل متنفذین محلی روی دست میگیره. هدفش می بوده که این متنفذینی که در جریان هرج و مرج و قدرت و حاکمیت در منطقه خود رسیده بودن دلشان به دست بیاره. محمد نادرخان هم امور اداری کشور همراه برادرای خود تقسیم میکنه و یکی از برادرای خود به نام محمد هاشم خان به حیث صدر اعظم تعیین میکنه که میگن یکی از خصوصیات این دوره دقیقاً تمرکز قدرت سیاسی در بین خانواده‌اش بوده. و در جریان سلطنت محمد نادرشاه که 4 سال هم دوام میکنه وضع امنیتی آهسته آهسته خوب میشه. اقتدار دولت مرکزی هم در مرکز و هم در اطراف و ولایت آهسته آهسته وسعت پیدا میکنه، مستحکم میشه. در تشکیل اداری و دولتی کشور هم تلاش صورت میگیره و حمایت هواخواهای نهضت امانی هم به دست میاد و هرچند اصلاحات بسیار زیاد بطیء و کهنه بوده، بالاخره محمد نادرخان هم در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف توسط یک متعلم لیسه نجات به نام عبدالخالق به قتل میرسه. تمام دیگه.
کوتاه براتون جمع‌بندی کردم که خستگان نشه کنید. سوال اول، کارخانگی. نقش محمد نادرشاه در جنگ استقلال افغانستان چی بود؟ سوال دوم، محمد نادرشاه چگونه به قتل رسید؟ سوال سوم، چرا نادرشاه به دلجویی متنفذین دست زد؟ 3 سوال کارخانگی. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.